سلام دوستان، خوش اومدید به ویدیو جدید. توی این ویدیو همونجوری که دارید ببینید میخوام بهتون یاد بدم چطوری وقتی شیشه نوتلاتون یه ذره ازش بیمونه و با قاشق نمیتونید درش بیارید، یه بستنی خیلی خفن درست بکنیم. یعنی یه جوری تاش در بیارین دیگه، مثل ته‌دیگ. اوکی. و هزاران چیز دیگه وجود داره مثل این نوتلا که ما نمیتونیم تاشو در بیاریم. 2 تا روش داره. روش اول روش بدون هزینه و خیلی راحته. شما یه نون رو داخل قرار میدی، یه دور میزنی، تموم میشه نوتلات. نه راست میگی. روش دوم که میخوام امروز بهتون یاد بدم اینه که شیر رو میریزیم توی نوتلا، بعدش هم میزنیم. الان میخوای ببینی واقعا انجام بدم؟ نه خیر. اوکی باش، من نمیدونم، تو خودت شاید دلت بخواد انجام بدم. خب ابتدا شیر رو داخل شیشه نوتلا میریزیم، هر چقدر که دلت میخواد دیگه، یه جوری که بستنیت خوشمزه بشه. تموم شد. اشکال نداره، ما هیچ وقت ناامید نمیشیم. خب حالا درشو میبندیم، هم میزنیم، نریزه روم. خب هم میزنیم قشنگ میذاریم شیر توی نوتلا حل بشه. اینجا آهنگ بندری تصور بکن و هم میزنیم. اینجوری داره میریزه روم، ولی اشکال نداره. چرا اشکال داره؟ خب حالا که چیز شد درشو با میکنیم. صدا رو میشنوی؟ نه خیر. کفه، صدا کفه. خب بچه شیر ریخ. خب بچه این شد از ترکیب نوتلامون و میریم که بذاریمش توی فریزر به هر مدتی، فکر کنم نیم ساعت خوب باشه میذاریم و بعدش برمیگردیم و نتیجهش رو میبینیم. تا فعلا میریم که ببینیم. خدا نگهدار. خب بچه ها باز ما اومدیم، گذاشتیم یه ذره 2-3 ساعت بمونه توی فریزر و حالت بستنی طور بگیره. شکلش هم دقیقا مثل یک میلک شیک شده و میخوایم امتحانش بکنیم ببینیم چیه. نایس. راستش بخوام خیلی خوشمزه شده و برید تو خونه‌هاتون انجام بدید. اگه خوشتون اومد لایک کنید، سابسکرایب کنید چنل منو و کامنت بذارید و تا یه ویدیوی دیگه فعلا خداحافظ.